برای کشیدن شلوار لگ مربع مستطیلی به طول قد شلوار منهای پهنه کمری و عرض 1/2 دور باستن منهای 3 رسم کنید. بعد از اون از گوشه سمت چپ کادرمون 1/4 دور باستن منهای 1 داخل اومده و خط در وسط کادر رسم کنیم. سپس برای کشیدن بلندی فاق 1/4 قد باستن منهای 1 یا برآمدگی فاق منهای 4 پایین اومده و به طرفین کادر بنیان کنیم. برای بیرون رفتگی فاق هم 1/20 دور باستن منهای 1 از قد فاق بیرون رفته و هر اندازه که از قد بیرون رفتگی فاق در قسمت جلو رو انجام دادیم 2 برابر اون رو برای قسمت پشت در نظر میگیریم. از طرفین خط وسط کادرمون 2 سانت علامت زده، از قسمت برآمدگی فاق 8 سانت بالا رفته و گودی پهلو رو رسم کنیم. برای کشیدن هلال فاق هر اندازه‌ای که از قد فاق بیرون رفتیم همون اندازه رو هم از قسمت طول کادرمون بالا میریم. این دو تا نقطه رو به هم دیگه متصل می‌کنیم و از 1/2 به گوشه کادر رسم می‌کنیم، 1/2 به دست میاریم و هلال فاق رو رسم می‌کنیم. سپس از قسمت پشت کادر پشت 3 سانت بالا رفته و به پهلوی پشت متصل می‌کنیم. هلال فاق جلو رو هم مانند هلال فاق پشت رسم کرده و از گوشه کادر 1 سانت داخل و 1 سانت به سمت پایین اومده و به قسمت پهلو علامت میزنیم. 1 سانتی هم که از گوشه کادر به سمت داخل رفتیم به هلال فاق جلو متصل میکنیم. برای به دست آوردن خط زانو 1/2 خط برآمدگی فاق و دمپا رو به دست آوردیم و به علاوه 5 از قسمت برآمدگی منهای 5 از قسمت برآمدگی فاق داخل شده خط زانو به دست میاد. سپس از طرفین خط زانو 3 سانت رو به طرفین قسمت جلو و پشت علامت گذاشته و از خط دمپا هم 5 سانت به طرفین علامت می‌زنیم. خط زانو رو به خط دمپا به وسیله خطکش به صورت مستقیم رسم می‌کنیم. و با انحناهای خطکش پهلو رو رسم می‌کنیم. به وسیله انحنای بنیاد پهلو رسم میشه. در قسمت زانو 1/2 دور زانو به دست آورده و منهای 1 کرده و روی خط زانو علامت گذاری می‌کنیم. عدد به دست آورده رو به قسمت فاق رسم و از قسمت پایین هم به دمپا متصل می‌کنیم. عددی که ما برای دمپا در نظر می‌گیریم 1/2 دور دمپا منهای 1 بوده که به وسیله خطکش به قسمت زانو رسم میشه. روی قسمت جلوی شلوار لگ آماده میشه. به این صورت آماده میشه. در قسمت پشت شلوار لگ در خط زانو بعد از 3 سانت بعد از اینکه رسم پهلو رو انجام دادیم 1/2 دور زانو به علاوه 1 بیرون رفته در قسمت زانو و در قسمت دمپا هم 1/2 دور دمپا به علاوه 1 بیرون میریم. تمام نقاط رو به یکی وصل می‌کنیم و الگوی پشت هم به همین صورت تکمیل میشه. برای کشیدن نمای زیپ در قسمت فاق پشت 5 سانت بیرون رفته و نمای زیپ رو رسم کنیم. در شلوار لگ یک جیب در قسمت پشت کار دوخته میشه که به این صورت وسط کار رو به دست میاریم. پهنای جیبمون 10 الی 12 و به ارتفاع 14 الی 15 سانت جیب رو رسم می‌کنیم. این جیب کپی میشه و بعد از اون در هنگام دوخت در محل مورد نظر قرار گرفته و دوخت یک سجاف 2 تا 3 سانت هم در قسمت بالای جیب قرار میدیم. در قسمت جلو یک جیب نما داریم که از خط کمر 9 سانت داخل شده و 6 سانت از پهلو پایین رفته. دو نقطه رو به هم دیگه متصل می‌کنیم و به صورت نما این جیب روی قسمت جلو قرار می‌گیره. 3 سانت هم سجاف برداری رو این کار رو انجام میدیم. دور تا دور کار رو کپی می‌کنیم و سجاف برداری هم به همین صورت کپی میشه و محل برش جیب هم از دهنه کار می‌باشه. به این صورت ما جیب رو کپی کردیم، سجاف رو کپی کردیم و قسمت برش ما هم از دهنه برش داده میشه. به این صورت الگوی شلوار لگ ما آماده میشه.